من این دیم خدا خواهد سوال خدا خواهد عزیزانی من اکثر مردم ما و شما همین گپ در دل است نمیگشته است. گپ در دل است. قلبم روست. همین قلبم راست باشه عرق خریم زنا کنیم دزدی کنیم خمار بازی کنیم خدا زنک بازی کنیم پراموی جنت رو تصیه میکنیم. میره. جنت پیش برای چیه؟ برای پاکای. در اون میگن آدم بیاد بیاره من خدا خواهد آدم علیه السلام در جنت بود. طوری در جنت بهترین نعمت در جنت بود. یک تا گناهش چیکارش کرد خداوند؟ یک تا خطا کرد. و خطا که زنا نکرد، عرق نخورد یا دزدی و وای نکرد، فقط خدا کن درخت نزدیکی نکرد. من همه ناز و نعمت حلال کردم ولا تقربوا الی هذه یعنی شجره همین درخت من از ظالم همین در گفت اگر گفت نزدیک کنید از جمله ظلم ای درگاه میون پیش میکنم. نکی بر اساس شیطانی ملعون چیکار کرد؟ دور مد خورد و چیکارش کرد خدا؟ ای درگاهش برده پرتافتش. همه حضرت مولوی نظم نمیگن جد تو آدم بهشتش جای بود بهر آن قدسیان کردن سجود یک گناه ناکرده گفتندش تمام مذنب بیرون بیرون خیرام تو طمع داری با چندین گناه داخل جنت شوی ای روسیا. و یک تا گناه کرد خدا خواهد 300 سال گریه کرد. چی گریه کرد؟ فتلق آدم میگه کلمات خدا در دهنش انداخت فقط زن و شو انم چه میگه ربنا ظلمنا انفسنا و ان لم تغفر لنا و ترحمنا لنکونن من الخاسرین. انم این چی آرش آخر عاقبت خدا بخشیدش بینه و ما شما از آخری جنان بدون گزینا که یک گپ در دلم کافر کردن پتافتن دل که ظرف ایمان است ایستادن ایمان قرارگیریش است همین ما شما جزیر کردیم پتافتن. عزیزانی من این خاطر کتی نکن هواره نشو تا سر سجده نبیند گنرالی می تو عالی می چیزی می قدر نداری پیش خدا نه. یک عالم یک دامدار سوال دادیم که حضرت انا میدونی همه اینا شاگردی من پروفسورم نکی نسبت تو که حرمت دارن من حرمت نمیکنم. عالم یک جوابش داده آخی تو نسبت خدا حرمت داری؟ تو عالم باشم یک بارک سر سجده دید تو قدر نداری. تو خدا پیش نه سجده که خدا عبادت که این شالایی شاگردات را در تای سر برداشته میگردن. بینی همش خدمت وابسته خدمت اگر در جمعیت خوب باشیم کرال همیشه بشیم. از خوردش تا 100 سالش السلام علیکم عمر جان السلام علیکم بابا جان السلام علیکم تاها جان نگه. وقتی که خودت در کوچه مست بیایی حقارت کنی مردم از زنی دوی فقط بعدت میکنن نه مردی با اخته خلاص شیم یا نمیکنن خلافت انشاءالله. خب میشه دست از دین برایم اکوب ندارو اخر ندارو باید شعار گشتگی هستیم مسلمان که یعنی از دین برای ای خلق نبرو این کلمه کفره برادر تو ای دین که برمده که تو کپه که در کار نیستیش کسی این شعاری که یهودا این دشمنای اسلام انمیخه شعارا در ما شما پرتافتن گرفتن آخر عاقبت من خدا خواهد گپ دیل گپ انمی وای گفته گشتیم اخمق شده نه خیل نیست خدا خواهد انشاءالله وقتی که از دین برمده تو هیچ کس در کار نیستی خلق نم در کار نیستی خدا نم در کار نیستی. عزیز من این شعارا گم که پرتاف این شعارا هرگز نگو این همش کفر است کافر میشه. اگر خدا خواهد فقط خلق گو خدا پرتافتی ای دین میبری خدا در کار نیستی نماز خوندگیت هم همش بیکار میشود. این یاد نبره خدا خواهد ما نمیگیم شما ای کوبچیلیک نه کوبچیلیک که ما فقط دوست میداریم بچه خدا خواهد حرمت عزت ترتیب انتظام کتی خدا خواهد نه اینکه حکومت تفته دین پافتن در کار من خلق گفتن ای دین تو تمام شدی گفته گپه این شعارهایی که مثال پرتفتگن یهودا خدا خواهد ایلاج نیست خدا خواهد. اسراف در مراسم های حاجیان گپ زدیم و فتنه زن ها. البته عزیزانی من امروز چون ما پیامبر اسلام یک حدیث مبارک دارد اگر میگه 3 کار در دنیا باشد روی دنیا خوب است اگر 3 کار در دنیا نباشد تگ زمین خوب است. حدیث امام مسلم است. اگر میگه پادشاهات عادل باشد الحمدلله امروز پادشاه عادل
طوری هستمی جواب میتی خدا خواهد الحمدلله چون که همه شرایط ها کردم دعا سیم همه نمود چی دین چی دنیا هیچ نمده سیم من دین دارم عبادت تمام این همه شرایط ها که دعا سده نمی دوی میگه اگر بایات تو سخاوت من باشه الحمدلله امروز من هر یک گوشه میکشم بایها سخاوت درک شده سودیان اما در سوخ زمینم سخاوت سوخیان است ویس لیام در خدا خواهد انشاءالله به یتیمان در چیز داده سوده الحمدلله یا که هر کجا میشنم من معلاش ما نمودگیست که یک 10 تا باید باشه بیا من یک کانال تشکیل کنیم و هر ما 100,000 200,000 پارتیم همین بیچارونه این بختی ما خدا خواهد سخاوت من شده سودیان سیم میگن اگر مسئولیت تو با دانشمندا باشه من جناب عالی ببینین سریع و اومد چیکار کرد جناب عالی سریع خدا خواهد انشاءالله پاچاگی اومده یکم همه عالما کرد حتی ما عالما هم دوملا یه روز جمع کرده کنفرانس اگزام کنی چیکار کنیم چی همه تمام ساحه را جمع کرده من دیمک بده می حدیث نموافق الحمدلله میگه دنیا آبوله اگر میگه 3 کار اگر پاشا تو ظالم باشه اینه اگر میگه مسیحیت تو میگه بزنکا باشه مسیحیتت بزنکا باشه باید بخیل باشه تای زمین خوبه امروز بلا ستام زنک نداده ها چوا که ها زنکو نمود ها چوا که زنکو نمود تو مردکی کو تابلی داری کو پریچون دختر میتی وینده شیخ سعدی یک شعر خوب دارد سعادت برخواست از آن خاندان که بانگ خروز آید زی ماکیان اگر میگه در خونه ماکیون قیاس کشید میگه خروز تخم کرد آدم نیستی ما چون نمیتیم دو خونه میتیم زنک عقل ندارد عزیزانی من تاریخ بین تمامی فتنه و تمامی سرکردان نیست که زنکه اسمان کیناش دست نمینه دینی خونه اسمان شده سده کسی که دست داشته وای ای دستی فتنه زن 100 خر نبار باشه 100 مکر کنه شیطان شاگرد زنک باشه همه شیطانی ملعون هم زنک نه شاگرد بشده نینی ولی همین خدا خواهد این مکر زن چه میگه او بیدیده از یک وقتی من خودت یک تا کنفرانس میگذارم زنک کنه بین نگو اگر گفت تمام هشت شید من زنک جان من دولار من مرمت خیرم مکر این زن آواز میگه ای دیده و این خدا خواهد ما زنها گنده نمیکنیم لیکن برای یک زن گفته دنیا مسخوت است یک مرکه گفته 100 میلیون پر رفت است پلن یک شما میاری عذاب شما میکشی عذاب برای بچه اکا تو کشته شده هر روز من تلفن میکنم دوملا جان چیگا پا یک چیز کنه یک تربیت کنه ما مردم که کار کنی من سویج زن گرفتن منم شما نگرفتن میاد خدا خواهد میگیره یک ماه هست خدا خواهد بلیت گرفتگی با ابراد نبیدش تیوره همون یک بلا کرده همون خدا خواهد چسبه شیدم یک سال حامله دار شد شیده که تمام خلاص شید این قلی همی مادر و قلی پدرش خدا خواهد باید 5 سال بعد میامی این حیات نیست ای کنام کنه خدا خواهد یک سالک بشینه یک ای بیوش باید یک زیر کنن و بیچاره در حیات 18 سالی آرزوش من شون میکنم تا استشت بچه شما گرفت من یک موی سفید میگه روایت دارد میگه خونه جنگ درام جنگ دامنات جنگ یا زنان نبود خیر نفتم جا بیوشی عروس گفتم چی گپای اتونه چی نمیرسن نون نه آشه چای گفت که بچت نمیرسه میگه یک باره جون فرید میگه بچت نمیرسه گفت نگه امک تو درمه زن تخشو کرده خواهی من کجا برم چیکار کنم من کجا برم میگه همین تاثیرم کرد خیستم میگه پاسپورت تی پاسپورت گرفتم میگه رفتم میگه بلیت خریدم میگه دست اویا کاسه میگه خریدم بچه ما تلفن کردم که زنت 2 روز بعد میپره و پدر تو کینجی هیچ گم نه یک ماه پیش نمیشنه بعد دسر شد کنی وقت میگه رفته اومد میگه نه جنگ نه غربت نه جنجال راحت و هم بیچاره ارزو داره مترسمی و هم بیچاره شوهر کرد ولی چه شوره اینا جداشه کم بود و هم چه جداشه نبود چون که تلفن نبود که بعد دختر گپ زنی تلفن نبود که دختر تماشا کنی تولیمی هیچی نبود فقط همون که کله کوره خدا دادش می تمام هوای کتی خدا خواهد میشد وقتی خدا خواهد گرفته 3 روز بعد جداش دستودن ها بال بوفنیک داشته ها با فلانچی گم بزه ها شرمندگی های عزیزانی من گپ زنیم گپ بسیار از خدا خواهد عزیزانی من انشاءالله بیرونم خنک است انشاءالله خدا مناسب بیند به روزای خوب روزای نیک خدا خوش با شما عزیزان هم صحبت میشیم
این گپی ما را فقط نصیحت قبول کنین انشاءالله. ما برای خدا ما نشاطی نامدیم الحمدلله. مقصد چی؟ گفتی شیخ سعدی یک شعر خوب دارد، عقل ها را یاری دهد، مشورت ادراک. ما شما یک مشورت داده شدیم لیکن اختیار در شما، لیکن ایاد نبراریم که هممون مسئول هستیم انشاءالله. خدا خواهد پیش الله نه جوابگر هستیم. و اگر میریم خدا خواهد این فرزندان که این زنها این دخترها همش از بالامون دعوا میکنه. من سوره عبسه است توضیح استعیذ بالله یوم یفیر المرء من اخیه و امه و ابی و صاحبته و بنی. قیامت همیشه روزه که میگه حتی بچه ای پدر، مادر، دختر ای مادر، شوهر از زن میگیفتگی روز حاله نشم. می اومده پدرش بیچاره یک ثوابم نمیرسه بچه جونگا من نمیشناسم. من امروز باره بچه ما جون مرداده شدیم توضیح. اگر از اینجا شما شدید تلفن کنم که در این یکوت یکیم که بچه که بیمار شده خدا خط پل نداشتش پل گیفته زده میره یکی پگه نمیشناسه. اگر نماز نخونده شد توعد عبادت نکراشه پیش الان با شرمندن میکنه. برای این بی خدا خواهد انشاءالله چون که نماز خون شود هیچ وقت رای بد نمیره. نماز خون شود خدا خواهد انشاءالله تروریست نمیشه. نماز خون شود خدا خواهد هیچ کس خیانت نمیکنه. این فایده شماه، این فایده نیکی شما خدا خواهد. یا دختر خدا خواهد با آداب شود انترمی خدا خواهد 100 تا بچه خریدار میشه. 100 دخترها میاد نبرارن خدا خواهد. کیا سر شخم میکنه پدری بیچاره را، کیا سر شخم میکنه اکی خوبه، کیا سر شخم میکنه عمک و تاغا را. یک کاری نابابش یک عمر یک خدا خواهد لعنت گرفتم که برای این خصوص تربیه کنین سخت شو بیستین خدا خواهد. باید فرزند یک کس بترسد خدا خواهد انشاءالله. فرزند کی فرزندش که اسلام ما خدا خواهد با شوهرش تگو که من دختر کردم الحمدلله. یا بچه تا اسلام زن ته خدا خواهد انشاءالله خونش صاحب علم و کسبش گفت که الحمدلله بچه تاوه بای بچه دختر نیست. چون که شب و روز خدا خواهد میکوند، شب و روز خدا خواهد ای فکر روی دیوانه میشه. اگر نابوش خدا نگه داره خدا لیکن همش وابسته به ما شو یک جلو خفه نمیشه خدا خواهد. بعضی گپای سخت زداشیم عذر میپرسیم انشاءالله خدا خواهد. چون که الله سبحانه و تعالی پیامبر بزرگوار بلغ منی ولا آیتم تگی حدیث است از من رسون یک آیت باشم خدا خواهد. لیکن امید بکنیم که خدا خواهد انشاءالله از این چیزا هممون خدا خواهد. این برای شما نیست، برای خود منم است، برای حضرت هم است. این فقط برای شما نیست. ما هم باید خطا ما هم کم بودیم و اصلاح کردن پیش الله با یک آبرو و یک مرتبه خدا خواهد رفتن الله نصیب بدار.